آدم که پولدار میکنه، صاحب چیزی میکنه، زن آدم. به چی دلیل؟ اینا من میگم دلیله. سفری آدم که جمع میکنه، آدم در به در میکنه، زن آدم. اونم میگم به چی دلیل. تو همون فکر نمیکنی که من بدبخت پریشون بیچاره بی سرنوشت علخون معلخون، تو وخستی برفتی به زود جغزلگی بچه نادانی که او بچه برارتونه که من دشلمر جویده نمیتونم، تو برفتی خود سفید میکنی، حضری پر اتا کیف خبیری کردی به بند قنده خطو میزینی که ملولایت حوالده به بچه ملالخواه خوناغ تو به بچه برار خورونه و یک میبودی. 1000 روپیه برای ما یک بوجی برنج دونیم میشد، 1000 روپیه یک 10 لیتر روغن میشد. تا به یک ما 20 روز دلجم بودیم. 100 روپیه یا 50 روپیه میدم. من طفل بودم. من میتونه یاد منه که زن کاکام مادرم خوارام بیامدم با خونه آمدم، همون وقت خیلی میفهمیدم به بند قنداق من اینجا چوشک من بودم که همیشه دایی چیز کردم دایی. تو با من اینجا برای 1000 روپیه مادر عباس، مادر عباس چه کاره بگی؟ چه کار شده؟ بفرمایید. خوب بگیم خوبی؟ سلامتی؟ البته من حالا چه آقایده سرصدا را داریم آخه بیخی؟ سرصدا شما باز آدم گرفته، با چه کار شده؟ نه هم که میشینی خوش آمد من عبایقه آمدم. خب دیگه خیلی یک دیگه. سوال من خب شما از صبح نبودیم دیگه، حالا که بیامدیم بگذار که من گپ زنم. من اینجا میارم هر چیزی به می خونه میارم. خب به پرو گفتن زنکا بعضا میگم به پرو میاره و به جارو میریفه. من به پرو میارم تو به جارو اینا رو میریفی، میگی چی گپه؟ باز چه کار کنم؟ هدف چیه که من به می خونه بفهم؟ چی من هدف ندارم. خب مگه اگه ممی اشتباه من بگین که من چه کار کردم آخه؟ تو به دیونه شما تمام دنیا دنیا میزنیم. نه همون شخصی که به من ایراد تاجیره. خب زن از اون برفته به دیدن زن برار خورفته. 1000 روپیه کی به بند قنداق بچه نادانی زده؟ امون به 1000 روپیه میارزه. با دل شما درد کده. بله یا با بیله من نفهمیده که موضوعی بوده. خب مگه چه کار شده؟ چی کم شده؟ چی دونه ریخته؟ 1000 روپیه کی گفته که تو باید پیش خود سفیدی کنی؟ زن نافهم. آخه بعد از سالا ما من مکه که بعد از سالا البته مردم هر روز بچه میده خدا به جنا. خب من امیر میگم خدا رو که بچه نمیدن، خدا بزه بچه اول. نه من دیگه کسمه میگم که میگی بعد از سالا و ما. خب بچه اول اینا بوده که وی من با اول دیم چی گپه؟ تو 1000 روپیه دل تو نسخ با من بدبخت بیچاره. کجا تو بیچاره؟ چه کار کنم؟ اشته بیچاره نباشه. پر رختاتو پاره که من والا به دل من به تو بسوزه که تو آدم مزدوریگر بگرم برای 1000 روپیه زنی به بند قنداق بچه برار خوب بزنه. تو هم زن نمیفهمی. نمیفهمی. خب من چه کار کنم؟ خب دیگه بچه برار ما بود دیگه، به دنیا آمده بود. اصلا به جلوی اینا رومه دیگه. که این کار کردی با پشت سر مشقت به خونه نوی 5000 روپیه بگذاری. اگه میمونی میکنم شما هم گپ میزنیم. اگه من هر کاری میکنم به زن برار خب بخونیم میایه یا چی بگم دست شما دیگه؟ من چی بگم؟ همه هر کاری میکنم شما گپ میزنیم. خب 1000 بوده که خون آدمه که نریخته که زنگ زنک. زنگ که اگه زنگ نزدی نیه همین تا مستقیم میرم عباس. عباس خب از عباس چی مایی؟ صاحب کو خب بگیم شما با من بگیم چه من کار دارم. بیا خب بیا. همینطور مستقیم بدون دلیل و دلایل. کجا برم؟ برو به سلام ماما خود خب رمضان فهمیدی؟ آه. برو به پیش زن ماما خود بگو زن ماما مادرم دیشب 1000 روپیه از کی قرضدار بدیم، اشتباه نفهمیده بده، به جای که سدی به بند قنداق بچه شما بزنه 1000 بابا ایلا نه خدا نسه میتونم تا میتونم میری دستی به زن ماما خو میگی زن ماما نه ای یعنی چی کاری بعد ازش که ولی من پول بدادم برای از تو بگو بابا بگه مادرم سدی به دستی میده به تکلیفی نفهمیده بند مادر خب بگذار سعی کن چی میگه بابامه؟ چی میگم برو پول بستون پس سعی کنیم بابا بگین. بگو مادرم اشتباه فهمیدی و 1000 قرضدار بده ما ببرم به دیگه کس بده
ایوازی که به شما به بچه شما سدی بده حاضری به بند قنداق بچه شما کلمه حاضری مال بده حالا ترموز ساعتی که میشکنیم بستو. آخه از این بستونو آه. بعده بابا بعد چی میگین شما نمیرم خیلی بعده شما خود شما خودی حالا فکر مدرم کنید پولار بدادم بغض خدای سره که بداده دگاه نه گفت فدای سر که سر ما بطر قبل حاضر ریپه ما هر چیزی میشد میخونه وقت نمیرم نری که بعد عباس تو میزنم بدی نمیری عباس نری نباید که عباس بره نباید که تو بری نری بعد کجا میری شما علی بره عباس بخی برو بابا بگردم بگو بعد حاضری میستونی تو چی گفه برو علی برو بابا اینا باش که من زنگ زنم کدوشیمه ای چی حالانه به خدای میره میستونه ای چی کاره شما را میگه خاموشه من چی کار کنم از ریپکان تولی زن نمیفهمه بیعقله ما از او بیعقلتر مو هستم بله سلام علیکم بله خوش آمدید شتنه که چیزی خیلیت بیاریم، خیلی. خوب خیلیت شکر کجی بله بفرمایید چی گپای بچم خدا غریبی اول خوبه با شکر هم یک لطفی بکو خوب چه کار کنم برو به پیش مادر خو خوبه بفهمیدی خوب انا برو بگو که انا زن مامومه خوب انا دیرو بیامده بیده که دیرو آمده به صدا شما انا حاضری پس قرضدار بیدیم میبردیم به صدا همین قومو دگه خوب انا سیدی ماست خونه نوی چی همی بده به رونویت حاضری اشتباهی حاضری به بند قنداق به چی برار تو کرده همو حاضری بده من با سدیر من میارم رونویت کر میدی عدیری چی بیده دیرو مادر عباس خوب بیامدیم به سرا شما خوبه. زن برار تو که بچی خود داره خوب رونویت دادیم حاضری به وضعی که سدی بده حاضری داده به بند قنداقی زده یعنی حضر ریفیان کارایی میکرده که شما مقدر کسیم بیامدیم برد حضر ریفیان سکوتو حساب میگه کاکا برادر خوبه خیلی آفرین برو خنده خود به خود خوبه که برو بچه کن خیلی آدم ها گوشنی گوشنه نیه خو حضری پا سعی کو چی میگم من نمیگم که آره ما یک حضری دگم به شما بیشتر بده تو به گپ من بفهمیدی بفهمیدم مادر عباس بیامده به سرا شما که به چی برار تو رونویک بده همین رونویک سدی بوده حواسی نبوده حاضری به بند قنداق زده خوالی بیخی همو حضری آلی همو 2000 کرایی میکرده شما همو زن بیامده خب برار من به ما مال به یک تیب روغن میشه یک مخرج من برو بگو تو بده باشه بیجی برین جمعای خودی نمای حضری برو شما با ما بده تبرغن نگو به چی نادن 2 کیلو وزن نتونه برو یک بیجی برین جمعای بیام برو کله گندی و سعی که با ما تبرغه میگه او بیاغلی بوده اینجا فقط با من اینجا شهر خربزه که تو ما هرچی بیارم پرته کو لالا رمزو کجایی؟ چی میگی؟ به شما کار دارم چی کار؟ به شما یه قفی بگو یه قفی بگو سرش مشاخ بدن کنه چی گپ برو چره؟ چی گپه؟ امرو که لد بیامده در سرما دیرو مادر عباس بیامده به رونوهی همی کودک که نو به شما خدا داده آره تکیفی سدی بیده ماست سدی رونوهی بده حضری رو وعده داده خدا برد ابو حضری بده تو کی خدایا گیلک برد نظری آه. شوخی میکنی با خدا رشتی میگم ابو حضری بارمده که ما اشتباهی ماستیم سدی بده و حضری داده بابا این گپ تعجب آوره یار ماما چون میرم حضری به خود یک گوجی بریدی میخرم یک بشکی روغنی میخرم گفتم ای می خودی حضری تو گفتم بشکی روغنی اما تو بدم یا گوجی بریدی ابو گیلک که من میشناسم خوب من میفهم که ایت
روزگار امروز زن خور بیخی چی کرده که چی این کرده چرا واقعا؟ امی عزیزی بدهید یا تو ندن که گپ نشد سر و شوق کنن اگیلگی تا کارم آدم انتظار داشته باشه یا واقعا ما سری بیاغلا کمال نداره ای تو تمام نداره تعجب کردم بابا بزیگا می تو تمام بیخی تو امی عزیزی بدهید اشته روی تو شد تبا تو ادیشتی بیامدی خود تو این مثل که به عباس به هر چی بو گفته به زن خوی نه هر چی بو گفته که زن زی اشتباه شده اونا قبول نکردن آخر خود از این وقت بیامده تعجب میکنه آدم بابا به کارا گیله هنی لالا بست دو که ببرو بدو بریو ببره ایران می ببری به دست دی ها دیگه تفلک همون در را بیامده ببر به تو بگو خدا به تو یک عقل کمال حل نمیداده که حاضری اول زن تو نمیاد با که بیاورده دوباره نمیامده ما که از خودیم و دیگه چه که تو امید کارا بکنی ابری ما پاک میبینی ببره بگو اگه به کار داری که یک از وردگان به تو بده بگو تو می بیجی برین که هم خودیو بدی برو خیلی برو خیلی دیگه اشتباهی بکنه وای 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 سلام علیکم هنی هم عزیزی شما پول ندیدم بودی برو برای لحظه گپ نگه برو خیلی آدم ها گوش نی بریم اینا کنال میبرم اینا که میرم یک 10 لیتر روغن میستونم تا یک به خود زنه بچی خو میخورم به تو بودم من